حضرت انس روایت میکنن، میگه یک کس پیغمبر گفت هل تزوجت؟ زن گرفتی؟ گفت والله لا. گفت ما اتزوج بی. حضرت قسم به بزرگی خدا زن ندارم، یکی یگون مالی ندارم زن بگیرم. برادر از پیغمبر چیز گفت؟ گفت الیس لک قل هو الله احد؟ گفت سوره قل هو الله احد میدونی؟ گفت بله. گفت ثلث القرآن، این سیاق قرآن است. گفت الیس لک اذا جاء نصر الله والفتح؟ سوره اذا جاء را میدونی؟ او میدونی. گفت ربع القرآن، این چهارک قرآن است. بعد حضرت آفرید تزوج زن بگی. مقصد زیاد که سوره قرآن است، زیاد که تلاوت قرآن است. چی سببه که شما قرآن نمیخوانید؟ لایکی